جنابی اونر تو را زیارت آمدم. با زیارت من؟ اهله باشد. چخیل رفته ایستاده است. به زندگی نود عادت کردی جنابی اونم؟ چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته ای. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش نه. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمده. هم نفهمیدی من چقدر جدی هستم. سینن گوش کن. تو اگر با من نرقصی نوا رو با امنیت میسپرم. ایست نرم. نجات من اومدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ باز چی نرنگ داری؟ به خدا اونال اگر این خیلی کنی من میروم تا آخری عمره در اینجا پوسیده میروی. ای بشرف، از آنی که تو مرا نجات میدی اینجا پوسیده روم خوبتر است. اونال من هم طلبگاری نجاتی تو نیستم. به من باشد اینجا مرده پوسیده رو، اما مجبور شدم که آمدم. چی خیلی مجبور شدی ها؟ چرا مجبور شدی؟ مرا دیوانه نکن. باز از پی چی هستی؟ ای ابله، چرا مرا نجات دادن میخواهی؟ ای اونم چرا نمیفهمی؟ مرا مجبور کردن تو را نجات دهم. چرا نمیفهمی؟ ای دیوانه، کی مجبورت کرد؟ برآمدی میفهمی کی تو را میخواهد نجات دهد. با چشمان خودت میبینی. میایی یا نمیایی؟ شد تمام. نجات ده. اگر نجات داده توانی. اما از اینجا که میبرایم اولین کارم تو را کشتن است. این را میدانی همه خیلی نه؟ امشب تو را میگریزانم، فهمه؟ آماده باش. اما اولا باید به آزمانی رقص رفته برقصم جنابی اونم. این بیشرف بار دیگر که آید دیگر مرا جغ نزند. سلین جان، این شب آزمون رقص بسیار خوب خواهد گذشت. به فکر من بهتره جفت ما میشویم. البته زورا جان، تا بازید میریست.
خانم بانو امشب رو برای شما آماده کردم. تشکر زیاد جناب کنعان، مرا چنان خوشحال کردید که. خوشحالی شما خوشحالی من است. تشکر زیاد. حالمون رو ببین. اول در این آزمون رقص کرده، بعدن رفته اونال رو از محبس میگریزونه. چقدر حیات سام نشد. سبحان آمد با سبحان یگان چیزی که نوارو با امنیت میدیم میدونی کو. سلام علیکم سود خوبی هستی چیکار میکنی ها؟ دستی دختر رو سرده؟ چه خیلی یعنی برای دستی دوست داشتم رو قبیدن از تو اجازت پرسم؟ این سوز گرزم سبحان ایست. بله من با جنید میرقصم. شنیدی انگه چی گفت دو شو؟ سبحان ما ویرا با من میرقصی. خیر رفیقان، همه‌تان خوش آمدید. اکنون آزمون رقص را آغاز میکنیم. همه را با میدان میخوانم. آزمون آغاز شد. سیلین ما رو صورت نمیگیری مگر؟ البته میگیرم. رحمت خواهش میکنم چیزی نیست. تو رقصیدن را یاد کردم زیا. من هم یاد کردم. آخران بار کی رقصیده بودیم؟ آخران بار در نامزدی همون هر جا باشد. نامزدی ساخته همون البته. اما عشقمون حقیقی بود. گرچه آن زمان مرا دوست نمی داشتی. با آسانی دوست نمی دارم، اما اگر دوست دارم تا آخر دوست می دارم. من همین چیز رو شنیدن میخواستم.
هجری؟ استاد یک سوال دارم تاجیلا باید پرسم. هجری پسرم ایستا وقتش نیست رقصیده ایستا. استاد پرسیدنم لازم استاد. چرا این خیل میکنی؟ چرا این هوای رمانتیکی رو ویران میکنی؟ استاد بسیار عذابم داد. کی عذابت داد؟ سوال استاد سوال عذابم داده ایستاده است. اوف پرس هجری پرس معلوم شد که نپرسیدن نمیتوانی پرس. استاد اگر در روز 1 اپریل دروغ گوییم آیا برای ما گناه نوشته می شود؟ آیا ما گناهگار می شویم استاد یا این که نه؟ چی میگویی پسرم؟ من سوالی داده‌ات رو نفهمیدم. میدانید که استاد در روز 1 اپریل همه دروغ میگویند. آیا ما دروغ گوییم در آن روز با شوخی برای ما گناه نوشته می شود؟ با این سوالات بیزار کردی بیزار کردی. اقلا امروز سوالات رو ده پگاه جوابش را بگید. نه انسانی که در روز 1 اپریل هم دروغ میگوید گناه عظیم میگیرد. دروغگو دشمن خدا است فهمیدی؟ با شوخی هم دروغ گفتن انسان را گناهکار میکند. یعنی جایز نیست استاد؟ پسرم جایز نیست. تمام استاد همین خیل می نویسم. همین خیل نویس. تمام خدا از شما راضی باشد. میلش ینگه خدا از شما راضی باشد. خیر رحمت پسرم با تو نیستم. استادم بسیار داناست. خیر سبحان بیا رفتیم رقص کنیم. رفتیم؟ جنابی کنون ما چرا رقص نمیکنیم؟ اما من وای یعنی نمیشود جونم. اول ما میرقصیم بعد غالیبان رو معاین میکنیم. خوب چه خیلی که شما میخواهید. سلام سیلا من کمیسر لیو. از راستی؟ البته عجبا شما با من رقص میکرده باشید یا نه؟ لوین حاضر در یک جوت چونان شطه میزنم که فلج میشوی. دفع شو. ببین تو رفته با کلتا کلاس رقص کن اگر جرأت کنی. و کلتا کلاس نیست اما شمشک بوده است. در روز نامزدی امان من را کلتا کلاس گمان کرده است پس او بسیار دویده بود. حالا هم نامزدی میگوید شرم نداشته. لوین رو که حاضر بسیار عصبی هستم. دفع شو. بیعقل. این رود سیاکو حالا هم استوده است. بیعقل. گپت را شویدم. سازی شوکتی بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی؟ درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغگو بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقصی پقته بکن. پقته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سامبوسا را خوب میتونم. رقص سامبوسا؟ ایجا بیا پیش بگو. چیکار میکنی ها؟ شوکت من و تو بخ نداریم. اگر تو بخ میداشتی دندونی ما درد نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. آخه من تو شوکت روزی نداریم. جانم حاضر می آیم یک لحظه. رسم گرفتی سیلین؟ البته گرفتم. بهترین هستی. کلی ببین. دوستان گرامی، برای اشتراک به همه‌تان تشکر میگویم. حاضر باشد غالبان را اعلان میکنم.
یعنی وی برادری دوگامی که داملا زیا استاد احمد و همراهش زهرا می باشد. زودتر راه گر شوکت، اونال رو نجات میدی. گپوتا دندانات میشنم. خوب هستی؟ خوبم. اونال رو از محبس باید گریزونیم. خورسندی کردیم اما جنید کن اینجا بیا. حالت خوب است؟ سومان ما رو تنها میگذاری؟ تو این رو با من چه خیره رو دیدی ها؟ با یک قاتل دوام دادن نخواستم سبحان. من را قاتل گفتی؟ من برای تو شده قاتل شدم. بخشش برادر، چیزی که آنها فرمان دیدن به گپ آنها را اجرا میکنی. 1 سال برای آنها خدمت میکنی. چی میدانم شوکت، راه دیگری ندارم. عینی حال از دستم چیزی نمیآید. الله شب خوشی بود همین خیلی نیست سینان جون؟ خیر من به اتاقم میروم. شب خوش. شب خوش. بازی چقدر جفتی زیبا بودیم. کاش تو هم می آمدی میلیس، خورسند می شدی. اما تو هم روح نداشتی. همین خیلی فراموش کردم، ببخش مرا. اصلا یک نفر بود کو وی آدمی نقاب دار از آتش تو رو نجات داده بود کو. خیر، برای خودت زاغ سیاه را یافته باشی. اکنون از دست داشته من دور میگردی. بین میلیس، ما بازی بسیار خوشحالیم. فکری در بین ما در آمدن را از عقلت دور کن. برادر، کنی چه خیل نقشه داری؟ اونال را چه خیل به بیرون میبراری؟ از 2 تا نگهبان گذشته به دیوار برآمده به باغچه میروم. از آشخانه گذشته راست به حجره کامیراهای نظارتی میروم. در کامپیوتر سمت کامیراها را عوض میکنم. میخواهم در مانیتور همه نوارها خوب نماید. اوها، نقشه را ببین. خیبر؟ یعنی که ما اونال را به بیرون برآوردیم، آنها نوارهای پیشین را تماشا میکنند. بعد از این 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه کلید حجره اونال را یافته، در را کشاده، اونال را گرفته، به دیوار برآمده میگریزیم. همش همین. اوها، همین قدر؟ تو این رو در کدام کینو تماشا کردی؟ تو اولش رو نقل کردی، به خاطر گرفتم. در آخرش اومدی اولش گم کردم. شوکت میگویم 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه آمدم نآمدم بدون که مرا دستگیر کردن. این خیلی نگو. در 15 دقیقه همینجا میشه. من منتظر هستم. اول من تو رو کمک میکنم، اونال رو میبروریم، بعد یک جای رفته بانو رو میدوزیم. کدام بانو؟ چه خیل دزدیدن؟ دیوانه هستید؟ من بانو رو به کنان دیوانه نمیدیم. میرم اون رو میدوزیم. این پرکتیک میشود. ما رو فهمیدی؟ مایل شوکت، مایلش. بانو و شوکت نشوند یک جا. عشق در دنیا ندارد معنا. خاموش بچه. نسکیات پوشتگی بو ادیول نغلطی.
مرا دید مگر؟ وضعیت آرام است. تو اینجا چی کار داری؟ وقتی گپ زنی نداریم اونال خیز میره. میرویم کلتکیلس میرویم. برای من تو رو میکشم. زود باش راهگر. نوبتدار بالا بودن چی کار میکنیم؟ نوبتدار همیشه در حرکت است. 50 ثانیه براست، 50 ثانیه به چپ نگاه میکنه. در مدت 50 ثانیه باید به دیوار برآمده با آن طرف گذاریم. رفتیم وگرنه دستگیر میشویم. چی؟ من کلتکیلس هستم. با اون دیوار چی خیلی میبرایم؟ اوف شد بالا برایم برای تو بند میپتایم. تنها زود باش. میلش کجا گم شدی؟ براز که گشت میره فهمیدی؟ فهما رفتیم. بند را گیر. تو چی کار میکنی؟ آفرین شوکت آفرین. در آخر کاری کردی که بگیرین را. خیال کردم چرا سور کده است. این چی کار است که تو میکنی؟ این رو به خونه آدم کش میبری باوری داری؟ میلش این خیلی بهتر است. برای ما اکنون او در دستی ماست. این پاد ارماتور خدا اخلاص بینه. آیسته آیسته سرش رو نزنه.
درای دیگر چیکار میکردم آخه؟ بیا کلتک بگیرم. بیا اکنون رفتیم. زود باش شاکت زود. باید کسی نبیند. استو در را پوشم. در را پوشت پوش. بزن مثل خر وزنین است. بچه ای قیواز بینه جاگر میگون آلماتور خورد بوار نمیکنه. به ایخی بده روزه کشتن درویم. شاکت بگیر در را کشا زودتر باش. یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلان شگون کس نمیدد باز. ای خر بچه در را کشاده نمیتوانی ها؟ زود باش. ای چی مرا میزنی؟ سردیچکه کلی زود ویرونه باید از اون تو خورده سر. اینه قریب اومد. خدا لعنت کنه بگیر زودتر. اینه در کشاده شد بکش. داریم زودتر. زودتر بگیر. ای مانوش گذر. کلاسی پردو را مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نوه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن فکر اینشو هم کردم من. زنجیر. این زنجیری فیله. گوش کلاس این سگه که به زنجیر میبندیمش. این آدم ما رو یک جای ببیند تماما چیزی دیگر میشود. یکون بندی سبکتر نیفتی؟ برای همین باید تصمیممون رو بگیریم. این طرفی زنجیر در کجا میبنده؟ حالا تو ایست. به رادیاتر گرم کنی خانه میبنده. این را بگیر. بیا برادر این حیوان گیزلان نشوه و همه اطرافی این را بکنه خانه پوری او شوه. خالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو همین قدر واهمه کردی. آخیر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله. ای بیدار شدی. مرا چیکار کردید؟ کاری نکردیم. برای آرام نشستن تو رو بستیم. این چی است؟ با زنجیر سگ بسته مرا. شما دیوانه شده؟ نه اونه. اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندیم. برای همین با زنجیر فیل بستیم. با این فیل را میبندم. مرا شاید مرا کجا حیوان اون الارم شوکت تو همین جاییست. اگر کاری کند به سرش زن که از خوش شود. با چی بزنم؟ چی میدونم با کفگیر است با کفلیز است. من این رو چی کاری کنم روزی اوخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین. کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است. گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم. ای خدای مهربانم چقدر حیاتم شیرین بود. مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم مگر بد بشد. ای وای آف اکه اونال با من میبود حید میکردم به خدا. شوکت کن اینجا بیا کشانی را. ای وسوسم نکن به خدا. شوکت کشا میگویم. یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی. اکه اونال کلیت ایره من ندارم به خدا. بریشی همجا آخی جد سوزه. تمام شوکت تمام. بیا یک گم میگویم. لعنتی برات بزنم باشی دوتا. کس گم شو کل جاد بگذار. تر جاد بگذار. حرامی لعنتی این بالشته که در دست داری با تو میخورانم. اونا تیز بجویت گذار. حرمتت کردم ای خود رفتی اونا. ولی با این تکسری میزنم اون حیوان.
بانو جان میس بانو همراه من رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف. ای شوکت و تو گفتم بسر از دهن از روش رود خوابم نمیبرد. من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی رقص با مرگ مرده هر دوتون را از این خانه میبرارند. معلمه جان بیام سر مدر بلای کیف شد منو. معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا. بانو جان خیلی نکن نفس میگیره چیکار میکنی؟ بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دو خری ابله. کارتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم بسرش بیزن از روش رود. همینش رو امان کنم یا خدایا. برادر کارتا کلاس چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدانی بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته ای تو اونیست من هستم. رها کن او را مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. راو کلیدها را بیار. کلیدها را؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام تو آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یعنی موهای مرا سرت یک کمرا نکش که او بال بشه. خرپچه احمق آدم فروشی را خوب میدن. بکشم اوخی. تمام اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. تی بچه کجا کمیسر سرتی زود باش زود. برادرت حاضر میمیرد. زودتر باش میگویم. برزوبه نفسو گرفت کمیسر. اونال تمام شد. ایست. آهسته این بوی چی است؟ چه خیل بوین؟ بوی موی نیست. یکان چیز با من شامت هم. روز میگه بخدا بو است. بشرف کنی اینجا بیا ایزا گذر. ناهده برا کلیدها را بگیر خانه بوی گرفت. بخدا کلیدها را در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال در نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار غفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی تو؟ ای باشه خواب بودم میگم نمیفهمیگم. خاموش. خواب بودم میگوید. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. کلی گذر بدن نخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. ای کله از طرف من دستک نزن. باز من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم. نخود با سگ خواب رویم. برادر من میرم. تو چی کار میکنی؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا افتی را بینوخی
رفته آبوزی کنم که بوی سگ گرفتم. بعد رفته برای آشخانه اگه چی خریدم میارم. شد تمام رو. احتیاط کن که نگذر من. مالش رو. ایتوشا. یگان خوردنی گذارم برای تو که نماری. گرسنگی شدی میخوری. از آن خوراکایی میخورده ای تو نیست. قناعت کن. بگاه با آنها وا میخوری. آرام بشین، مشکلی ایجاد نکن. لبای زهرا. جانم امروز در بیرون صبحانه میخوریم؟ مایلش جانم. در کجا میشینیم؟ در مکانی که آخران بار صبحانه کرده بودیم. شد عشقم تا بازدید. تمام جانم. یا خدا بسیار خرسندم که بازی ها صبحانه میخورم. میلیز به عشق میماند. غیر این گونه است. این ناممکن است. بچه ها داملای دیوانه چند روز است که به اینجا ها نمی آید. یگان بلا بسرش نامده باشد. دیگر برای چی آید؟ او دمخلش رو از دست داده است. درست. مسجد ما به ایمانمان بخدا. ایمانمون از دست نرود، اما که خلیل دیگرش مهم نیست. همجاش از زور گفتی اجری. درست گفت. چیزی که من میشونم شما هم میشنوید. من هم چیزی رو شنیدم. اونوی ما دیوانه شده است. بکسیور شده است. ببینید. منم بکسیار حقیقی. آرام شد. آرام شد. تو بلا. بچه ها کسی میگوید من به شما باکس را یاد بدهم. این داملای دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم داملا. در داملا بینی من شکست حیوان. تو کی هستی؟ تو برای چی مرا زدی ها؟ من داملا نیستم. من بکسیارم. بکسیار. ای داملا آرام شو. من تو را یک لحظه فهمانم. من رفیق همون داملای ساختکار بود کو. ای داملا یک لحظه بس فهمانم. من شوکتم. شوکت شیر نرم کو. داملا یک دمیست. تو بوکسور نیستی. تو داملای ساختکاری دیوانه ای کو. من امامی دیوانه نیستم. من بکسیارم. بکسیاری حقیقی من بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. بکسیاری حقیقیم. بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. من بکسیاری حقیقیم. این دیوانه رفت. خیلیت رفتی. با او یک سلام دادیم. زد دهنو بینی رها مرا شکستی در کرده بود. عشقم خوب شد که یک جای نهاره میخوریم همین خیلی نه؟ بله گاگا این خیلی کنیم خوب است. میکنیم. از گرسنگی مرده ای چی؟ اینقدر زود خورده ای سده؟ نه جانم گرسنه نیستم. تو را بینم اشتیاقم کشوده میشود. عزیزه که شیرینی من. وقتی که با آن دست شپاتی زده بودی شیرین تر بود. مرا گوش کن سیا. حالا هم من تو را نبخشیدم. اون شب را لطفاً به یادم نآور. حیاتم یعنی آرام شو. جانم اصل خور. عصبت را آرام میکنه. شوخی کردم. دوست داشته اید ترسن چکی من. این رو به من چه روا دیدی زهرا؟ باز برای آن بیشرفم؟
جناب احمد در رو کشید. من باید با شما صحبت کنم. لوند این به عقل اینجا چیکار میکنه باشد؟ احمد جان، سردارم از محبس گریخته است. وضعیت بسیار بد است. یعنی حیات شما در خطر است. من باید در حال به شما کمک کنم. شما در رو کشید. یاری دیت این صدای سردارم است کو؟ یاری دیت نگویم. آواز سردارم است که از درون میبره. یگون کس هست؟ اینه سردارم اما شمشک رو اسیر گرفته باشد. اگر این خیلی باشد چرا سردارم یاری دیت گفته داد میزند؟ شاید برعکس باشد. یاری دیت سردارم شما در درون هستید؟ لوند در درون هستم. نجاتم ده. کارتکل از مرا اینجا بسته است. زنجیر بند کرده است. بیا. سردارم شما در اینجا چیکار میکنید؟ طبق قانون و قاعده شما باید در محبس باشه. من به تو دیگر چی گویم؟ کارتکل از مرا گریزاند. اینجا زنجیر بند کرد. بیا نجاتم ده. تمام، من شما را نجات میدم. پروا نکنید. خدا خواهد باز به محبس برمیگرده. درو به عقل بیا مرا نجات بده. که تبر نیستن. لوند نجات ده مرا. سردارم از برای خدا شما اینجا چیکار میکنید؟ غیر از شما چرا از محبس گریخته؟ چی خیلی گریختم به عقل؟ من آدم قانون هستم. از محبس میگریزم. کارتکیلس گریزنده آورده مرا اینجا زنجیر بند کرد. نجاتم ده. یا سردارم از برای خدا، برای چی شما دروغ میگوید؟ کارتکیلس برای چی شما را از محبس میگریزنده است؟ هم مرده یک دروغ زمینی بگو آخی. پسرم نجات ده. سردارم من به یک شب شما را نجات میدم. به من وعده میدید که همین که شما را نجات دادم به عقلی نکرده از دست من نمیگریزید. از پس من راست به محبس میروید. مالا شکایونه؟ تمام لوند. تمام. با تو همچون سابق کمیسر قول میدیم که نمیگوزم. رفیق کمیسر دیگر در من این خیلی قسم ها نمیگذارد. رنگ انسان قسم خورد. به عقل حاضر قول دادم کو. انا این خیلی قسم خورد سردارم. کلچپ بزنم که همین که مرا نجات دادید هرگز از دست شما نمیگریزم سردارم. لعنت به تو لوند. انا همین خیلی بزند که نمیگریزم. خیلی بوسه کردی آخی؟ هم بوسیدم. تمام. کنیاک من بینم. سردارم یک مشکلی کلان است. کلید این قلف در کجا باشد؟ چی؟ در اون اتاق هست رفته بین؟ در اون جای هست رفته بین؟ کف؟ در اتاق جناب احمد میلش. جناب احمد میگوید. انا آنجا رو ببین. زود باش لوند، زود باش. سردارم با شما خبر خوش دارم. کلید را یافتم. زود باش پسرم، زود باش که دیگر طاقت ندارم. چند ساعت است که همینجا هستم. با خیلی قسم خوردی فراموش نکنیم. تمام بدوکه. وای 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 وای. من خطای سخت کردم که دست و پای او را از زنجیر خلاص کردم. آخر زوری من به او نمیرسد که انشالله که نمیگریزد. اگر گریزد مجبور که او را میپرانم. از این اونل دیوانه چه خیلی نجات میافته باشیم. بلا را به سرم آوردم. اوف. چی کار میکنی دیوانه؟ میپرانی؟ نه سردارم، من شما را راست با محبس میبرم. اگر اگر نامخالی نکنید من شما را نمیپرانم. ای پایم کن. به قفا رو کمیسرونال. به قفا. لوین تکی زله نکن. این بیعقل به شوخی من رو به محبس میبرن. ای لوین دیوانه هستی تو. با خلیب قسم خورده بودم که به محبس میرویم. اول لباسم رو عوض کنم بعد میرویم. نمیشه سردارم، لباسات 100% پیش بده. 2 دقیقه منتظر شو لباسم رو عوض کنم. نه من باید دست و پایون رو زنجیر بار کرده با محبس میبرم. این خیلی نمیشود. از 1 دقیقه زنجیر کجا؟ چی شد لوند؟ ایستا. آرام شو دیوانه، چی گپ است؟ این بوی چی میکند؟ این یک بوی کن.
بوی چی بکنه سردارم؟ نمیدونم بوی چی بکند. نمیدونم چی خیلی که بوی شناس توفتیسه. شما نمیدونی نفی سردارم بوی خیلی مانند بسو بوی تیز بوی بیهوش کننده به عقل دیوانه. اکنون تو رو میبندم. در کجا بود کلید؟ نه اینجاست. من با آن محبس دوباره بر نمیگردم به عقل. سردارم راستی که بخوام مردک خوب لبده. من میدونم که تو نامرده یکی مردشتم در کار. از پس این به عقل شده بیهوده قسم خوردم. اکنون مجبورم که یک فقیر رو سیر کنم. این نامرده کلی رو با خود برده است. آسیو بنا بده. چی شده ابله؟ به جای نشست ماندی؟ چیزی نیست. میدان چیکار کن؟ این دست را راست ایستاده گوش کن. به این هم تو در اتوبوس راستا میایی و به این عادت کرده ای. چیزی نیست. سبحان تو رو گوش مکن. بیا برای من خالی است. رفته استاد امروز بعد مکتب به مسجد رفته کمی امری معروف کرده وظیفه برادرت را اجرا کنید. یگان وقت دیگر میایم جناب کنان. امروز نمیشه. چی خیال نمیشه. اعتراض نکنید. وعده داده بودید. استاد شیرالی شما هم آمده از امری معروفی استادمون استفاده برید. بسیار خوب جناب کنان. با استاد احمد خیلی وقت زیاد است که رفیقی داریم. یعنی یگان بار امری معروفش را گوش نکردم. بسیار خوب می شود انشالله. انشالله انشالله. کن اینجا بیا. سینن رو چکار کردیم؟ کنی گبزن بوز چی هلاو نیرم کردی باید باخت گردانت رو میبرم. بگو چکار کردی سینن رو؟ جناب کنان من یک چیز رو نفهمیدم. و این مسجد یگان امام میفرستادند مولای نو می آمد. امروز او امر معروف و نهی منکر میکرد خوبتر میشد. یعنی استاد قول داده چرا از گپ میگریزید؟ به این هم وقتی که شما باشید چرا این استاد موسیقی وعظ میخوانده است؟ یا خدایا رنگ اما اکا کالتکلاس دروگه چه نفهمیدیم وقت اکا این بجوی برادری داملازیا گذشتگی آدمی ساخته نباشه؟ راست میگه. اینجا چی گپ است؟ تمام جناب کنون. این خیلی باشد من وعظ میخوانم. نه استاد نه. این کارها با ناراضگی نمیشد. اگر رحمتی دامولا زیا می بود هرگز ما را به امر معروف نمیگذاشت. من در شما قابلیتی او را نمیبینم. استاد یک سوال زور دارم پرسیدن ممکن است؟ تو خاموش باشی اجری. سوالات را بعد میپرسی. امروز تو وعظ میخوانی. وعظ؟ من؟ در جایی که استادم باشد من چه خیلی امری معروف میکنم آقای کنعان. این داملازیا نیست برادری داملازیا است. کنی پیش درا. آقای کنعان من هجری بسیار گپ زدی. مجبورم نکن که از گوشت گرفته برم. کنی پیش درا. من هم گوش کردن میخوام. مایلش بیا که کنون عباری بولو بزد.
بیا بگذار آخی. بچه خیره. به نام خداوند بخشنده و مهربان شما را به یادآوری مرگ سپارش میکنم. از مرگ کمتر غفلت کنید. چگونه مرگ را فراموش میکنید در حالی که او شما را فراموش نمیکند و چگونه طمع میورزید در حالی که به شما مهلت نمیدهد. مرگ گذشتگان برای عبرت شما کفایت نمیکند. شتاب کنید به سوی آباد کردن خانه هایی که شما را به آبادانی آن فرمان دادند. نعمت های خدا را بر خود تمام گردانید و از عصیان و نافرمانی کناره گیرید، چون که ساعت ها در روز و روزها در ماه و ماه ها در سال و سال ها در عمر آدمی شتابان میگذرد. اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگی نعمتهای او فکر میکردند، برای راست باز میگشتند و از آتش سوزان میترسیدند. اما دلها بیمار و چشمها معیوب است. آیا با مخلوقات کوچک خدا نگاه نمیکنند که چگونه آنها را مستحکم آفرید و ترکیب اندام آنها را برقرار کرد و گوش و چشم برای آنان پدید آورد و استخوان و پوست مناسب خلق کرد. با مورچه و جوسه خرد آن بینگرید که چگونه لطافت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمی شود. یا خدایا تو چه خیلی از خانه برآمدی؟ بی شرفی لعنتی، این دفعه از دستم نجات نمیابی. تو را میکشند. در مسجد آدم میپرونه؟ دین و ایمان نداری تو؟ ببین این کودک چقدر زیبا پند و نصیحت دارد. ایمان بیار، اقلا قلبت نرم میشود. شاید توبه میکنی. تو توبه کن ابله. حیات تو پر از گناه است. این خیر باشد برادر، بیا برابر توبه میکنیم. چی میگویی؟ ببین چه خیلی بچه خوب وعظ میخواند. وعظ نه، وعظ. فرمان خدا حکم حتمی و حکمت دار و خوشنودی او مایه امنیت و رحمت است. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او ناتوانند و شمارندگان از شمارش نعمتهای او ناتوان و کوشش کنندگان از ادای حق او درمانده اند. خدایی که فکرهای عمیقندیش ذات او را درک نمی کنند و دست غواصان دریای علمها به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفتهای او حد و مرزی وجود ندارد، مخلوقات را با قدرت خود آفرید و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوهها لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد. ای بندگان خدا، سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا به دنیا پرستان هجوم می آورد. بدنها در سختی جان کندن سوست شده و رنگ باختند. مرگ آرام آرام همه اندامشان را فرا گرفته و زبان را از سخن گفتن باز می دارد و او در میان خانوادهش افتاده و با چشم خود می بیند و با گوش خود می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در چه کارهای تباه کرده و روزگارش را چگونه گذرانده است. به یاد ثروت‌هایی که جمع کرده می افتد، همان ثروت‌هایی که در جمع آوری آنها چشم بر هم گذاشته و از حرام و حلال و شبهناک گردآوری کرده و اکنون گناه جمع آوری آن همه ثروت برگردن اوست که وقتی جدایی از آنها رسیده و برای وارثانش باقی مانده است تا از آن بهره‌مند شوند و روزگار خود را بگذرانند. راحتی و خوشی آن را دیگران می‌بینند، ولی عذاب آن بر عهده اوست و او در گرو آن ثروت هاست و به خاطر واقعیت هایی که وقتی مرگ مشاهده کرده است از پشیمانی دستش را می‌گزد. یا خدایا مرا ببخش. آمین. ثروتمندان در روی دنیا به نهایت زیادند، اما پولشان را همیشه ذخیره میکنند. خودشان از این دنیا میروند و ثروتشان باشد به دست دیگران میماند. اگر ثروت زیادتی از نیازش را به فقیران بخشد، خداوند آن را دهچند به او برمیگرداند و خیر دنیا و آخرت را به او نصیب میگرداند. خدای تعالی گناهان ما را بیامرزد انشاءالله. آمین.
تو اینجا انتظار شو، تو همراه من بیا. چرا من؟ چون که کالتاکلس را یگان پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم. یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کالتاکلس؟ اگر خواهی به شات رو تا نزد درآمدگاه محبس برند. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین، با تو تکلیفی میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا، اینها در آن چی گپ زده ایستادن؟ اگر به سر اونال پرانن هم به من کار نمیگیرن، با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونال، اگر تکلیفم رو قبول کرده 1 سال برای من کار کنی، آخران وظیفه‌ای که به تو میدیم کالتاکلس رو کشتن است. او را که کشتی در خارجه برای صورت حساب شده و شناسنامه نو میدهیم و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام، قبول میکنم. اما بعد از 1 سال کالتاکلس از آن من میشود. فهمو، کالتاکلس رو بیارید. اونال تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چه درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اونالی ابله. اولین وظیفه هاتون
зимо ёфт наво моро ту нагу бенавоӣ ба таваҷҷӯҳи мухлисони савту навои милливу тоҷикӣ мерасонем ки шумо метавонед рӯзҳои наздик аз тамоми дуконҳои фитафурӯшӣ беҳтарин клипҳо, ғазалҳои равон ва таронаҳои тӯёнаи муҳаммадуллои кулобиро харидорӣ намоед. муҳаммадуллои кулобӣ булбули гӯёи тоҷик барои мухлисони худ месарояд. телефон барои тамос 918 58 52 28. ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یادومه. студияи симо тақдим мекунад шалгули зарин ба саранбози ту гирди лабонат шад базми ҷавонӣ бо иштироки ҳунарманди дӯстдоштаи мову шумо шаҳзоди даврон дар таҳаки донони ту донон дор ошиқона фарабахш ташнашикану зебо бандбанди таронаҳои шаҳзоди даврон чорбоғи боло чандор баланда шаҳзоди даврон сурудҳои нави хешро тақдими шумо месозад дона дона гулдона моҳи нава мемона як шоми пур аз тарона як ҷаҳони аз нуру шодӣ зеби чаман духтари тоҷикае зеби чаман шаҳзоди даврон шоми дӯстӣ ёр биё сайри гулисторавем чидан тамошо кунеду фараҳ бардоред ба наздикӣ аз тамоми нуқтаҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед